محل واقع شده در نزدیکی شهر آگرا و در 200 کیلومتری جنوب دهلی پایتخت هندوستان واقع شده و یکی از عجایب هفتگانه به شمار میاد. ساخت تاج محل و دلیل ساخته شدن اون از فوت همسر پادشاه گورکانی، پنجمین پادشاه جهان برمیگرده که همسر پادشاه گورکانی که فوت میکنه، پادشاه جهان دستور میده برای واسه اون مقبره‌ای به نام تاج محل درست کنن. مشخصات بنا: ارتفاع بنا 73 متر در 240 فوت، ساخته شده در 1632 تا 1653 قمری. معمار احمد لاهوری. سبک‌های معماری ایرانی و معماری گورکانیه. بازدید کنندش تو سال 7 الی 8 میلیون. برای ساخت این بنا در زمان خود 32 میلیون روپیه هزینه شده و به پول الان 52.8 میلیارد روپیه هزینه می شود. و تاج محل گوهر اسلامی شناخته میشه یا علی.